تعریف کثافت: مقدار کتله یک ماده در واحد حجم آن را کثافت گویند و توسط این فرمول آن را محاسبه کرده می توانیم. D مساوی است به M تقسیم V. در این فرمول D کثافت، M کتله و V حجم را نشان می دهد. خب شاگرد عزیز، از اینکه ما در قسمت اول از برنامه درسی ما از این تخته چوب حجمش پیدا کرده بودیم و حجم زی بود 900 سانتی متر مکعب. حالا می خواهیم که کثافت زیر پیدا کنیم. پس بخاطر دریافت کثافت زی کتله زیر باید بفهمیم. چطور میتونیم کتله زیر یافت کنیم؟ توسط وزن کردنش. آفرین. بیا خیبر جان، خودت بیا ای را وزن کو و بعدا کثافتش پیدا کن. وسایلی که بخاطر این تجربه ما نیاز داریم: ترازوی دیجیتالی، تخته یا توته مکعب مستطیل شکل چوب و سنگ. وزن زی چقدر شد؟ معلم صاحب وزن یا کتله از این 369 گرم. 369 گرم. پس وقتی که وزن و یا کتله از این تخته چوب ما تقسیم حجمش کنیم و ما کثافتش میده. دوران میشه که محاسباتش خودت بگی؟ معلم صاحب من پیشتر در کتابچه خود یادداشت کرده بودم که کتلهش هست 369 گرم و حجمش هم در اول درس گفتیم که 900 سانتی متر مکعب بود و حال 369 گرم که بر 900 سانتی متر مکعب تقسیم کنیم کثافتش میشه 0.41 گرم بر سانتی متر مکعب. بله، پس کثافت این تخته چوب ما شد 0.41 گرم بر سانتی متر مکعب. یعنی در هر سانتی متر مکعب از این 0.41 گرم کتلهش موجود است. خب اینا را فهمیدیم. حالا میریم به طرف واحد کثافت. واحد کثافت گرم بر سانتی متر مکعب است. چون یک سانتی متر مکعب با 1 میلی لیتر مساوی است، اینا ما گفتم میتونیم که گرم بر میلی لیتر. آیا تمام مواد دارای کثافت یکسانند یا نه؟ معلم صاحب، من میگم که یک چیز است، به خاطر که 1 کیلو تخته هم 1 کیلو است و 1 کیلو سنگ هم 1 کیلو است. نارنجی جان، اما 1 کیلو سنگ جای کم را میگیره و 1 کیلو تخته جای زیاده، یعنی حجمشان یک چیز نیست. توران جان، به نظر من اصل گپ در ترتیب مولکولا است. به خاطر که مولکولای ماده جامد بسیار با همدیگه نزدیک هستند، حجمشان هم کم است و همه تو جای کم هم میگیرند. اما در مولکولای گاز خیلی نیست. مولکولای گاز از یکدیگر دور هستند، حجمشان زیاد است و جای زیاد هم میگیرند. بله دقیقاً. کثافت مواد از این خاطر از همدیگر فرق میکنه، به خاطر که کثافت از تقسیم نمودن کتله بر حجم به دست میاد. وقتی که حجم متفاوت باشه پس کثافت هم متفاوت است. کی میتونه از این سنگ کثافتش پیدا کنه؟ توران، خودت بیا و از این سنگ کثافتش پیدا کن. درست است معلم صاحب. خب ما اول ترازو رو روشن میکنیم. آفرین. و وزن سنگ است 18 گرم و حجمش هم در اول درس علی جان گفت که 4 میلی لیتر بود و اگر کتلهش بر حجم تقسیم کنیم کثافتش معلوم میشه و حال 18 بر 4 تقسیم میکنیم. 18 که تقسیم 4 کنیم. 18 تقسیم 4 کنیم 4.5 میشه. آفرین. یعنی کثافتش 4.5 است. آفرین. پس کثافت این سنگ شد 4.5 گرم بر سانتی متر مکعب و کثافت این تخته چوب ما بود 0.41 گرم بر سانتی متر مکعب. این به این معنی است که کثافت سنگ بیشتر است از کثافت چوب کرده.